سامانه رو به کرمل ریادوفکا نیوز ویدیوی لحظه با اتوبوس و گسیل کردن گروه حربیون روس را نشر کرده است. نشریه میگوید که در این ویدیو لحظه همیاروخان خود را به جنگ اوکراین فرستادن حربیان پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان ثبت شده است. در ثبت دیده می شود که این گروه حربیان را با اشتک و کفکوبی گسیل کرده ایستادند. مقامات پایگاه روسیه در تاجیکستان و حوزه مرکزی ارتش روسیه که این پایگاه به همین حوزه مربوط است تا کنون این خبر را شرح ندادند. رسانه‌ها درباره به جنگ اوکراین انتقال دادن یک قسم نیروها و تکنیک حربی از پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان هنوز سال 2022 برابر شروع شدن جنگ روسیه به ضد اوکراین خبر داده بودند. لازم به ذکر است که مقامات روسیه تا حالا جنگ ضد اوکراین را نه جنگ بلکه عملیات مخصوص حربی مینامند. رسانه‌های اوکراین یک سال پیش از جمله خبر داده بودند که یک کاروان ماشین‌های جنگی پایگاه 201 ارتش روسیه در دنباس هدف موشکباران قرار گرفته تارمار شد. رادیو آزادی نیز ماه سپتامبر سال 2022 خبر داده بود که بنا به معلومات دریافتیش تقریباً از 1000 تا 1500 افسر و عسکر پایگاه 201 از تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین سفربر شدند. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان با نزدیک 7000 افسر و عسکرش بزرگترین پایگاه حربی نیروهای خشکگرد روسیه در خارج آن کشور به حساب می رود. این پایگاه سال 2004 در زمینه دیویژن 201 تیرانداز سواره تأسیس یافته و سال 2012 حکومت تاجیکستان زمان بود و باش پایگاه روسیه را یک باره تا سال 2042 تمدید کرده از طلب پول اجاره برای این پایگاه دست کشید.